و بعد ارهاب قلبی میگوییم به همه کسانی که در اینجا به خاطر همایون بزرگ مسابقات امروزی ما توسط محترم استاد خاکسار که برنامه‌ریزی شده‌اند، از همه شما جوانان و محسن سفیدان و خصوصا قشر ورزشکاران تقدیر و تحسین نموده خوش آمدید و مرحبا میگویم. در قدم دوم امیدوار هستم که این مسابقات را مثل مسابقات قبلی نیز من و شما با یک مسیرت تمام با یک پروژه و با افتخارات همه جانبه به اختتام برسانیم. عزیزان و محسن سفیدان و جوانان و خصوصا کسانی که در قشر و در چایدن ورزش دارند زحمات و تکالیف میکشند، مخاطبم آنها است این است که در همه برنامه‌ها، در همه کاری که در امورات زندگی می باشد اخلاص للهیات ضرور است و همچنین ورزشکاران عزیز باید که می‌کوشند زحمت و تکالیف را همه کس را بردار می‌کنند به خاطر اینکه یک چیزی را به دست بیاورد، یک افتخاری را به دست بیاورد. اینها کوشش بکنند که با اخلاق ورزشیشان با همدیگر، با مردم، با یک مجموعه و همچنین با اخلاص با للهیت حرکت داشته باشند. در همه چیز، در همه کار، در همه کسانی که من حیث یک مسلمان در کره زمین زندگی میکند، هر کارش لازم به خاطر الله تبارک و تعالی باشد، نه به خاطر شهرت، نه به خاطر اکرام و پاندهش، نه به خاطر خرافات، نه به خاطر گناهان، خاص به خاطر الله تبارک و تعالی باشد. ولی ما داریم که افتخارات را در افغانستان عزیزمان داشته باشیم. ما به این قسم جوانان در همه بخشی که باشد مینازیم. ما شاهد برنامه‌های این هستیم که چند قبل مسابقات ورزشی جوانان ما در کشورهای خارج رفتند، پیروز شده آمدند، مدال‌های مختلف و اعلایی را با خود کسب کردند. آنها قابل تحسین و قابل تقدیر است. مینازیم با چنین جوانان. امیدوار هستم شما جوانانی که امروز در اینجا دارید مسابقه میکنید، از اخلاق ورزشی خود استفاده کرده هر چیزی که میشم مقابل به سوی وکلا و داورین نیمی برنامه میباشد. در همه وقت خصوصا در قشر ورزش با اخلاق بیخی ضرور است. وقتی که اینها هر چیز میگوید ورزشکار جزئی‌ترین مداخله و حرکت را نباید نشان بدهد و اخلاق ورزشی همین را تقاضا میکند و باید ما داشته باشیم. در غیر آن با نظر مفکوره رنگ خود و اخلاق ضد خود ما نمیتوانیم افتخارات را در سطح جهان کسب بکنیم و مشهور و معروف شویم. به هر صورت دوستان عزیز، من مدیر تعلیم تربیت خانوادگی امنیه ولایت بلخ همیشه وقت در خدمت هستم و جای خوشحالی به این است که امروز ما مسابقات مبارزات را در بخش فدراسیون وزارت داخله افتخاری داریم. در اینجا توسط محترم استاد خاکسار که زحمت‌ها کشیدند و برنامه‌ریزی کردند، ما در این مجلس شاهد هستیم و مشاهده می‌کنیم در اینجا حضور داریم و الحمدلله ما جای سپاس و شکر است. او موضوع دوم این است که شما کوشش بکنید هدفتان یک محله، یک منطقه، یک کشور نباشد. آن دو جوانی که در اینجا به حیث یک مسابقه مبارز مقابل همدیگر اینجا بالا می‌شود، هدفتان این نباشد از حرکات‌های جدی که باعث خرابی آینده‌تان می‌شود از او اجتناب بکنید. قوانین ورزشیتان را در نظر گرفته برادران صمیمانه محبت و حرکت کنید. هدف نیست که اینجا یک را بزنید و دیگر غالب شود. اون دو کسی که در اینجا میبرد من حیث مسابقه هر دو از قهرمان است در نزد ما و در نزد داورین این مجلس هر دوش قهرمان است. لیکن اینها در پی از این نباشد که من باختم حیث شود خفه شود و دیگر مسابقه خود را آماده نکند. نه، به یک قسم باخته نمیتونید موفق شوید در این باش خدمت بکنید و اون کسی که مسابقات را برده کامیاب شده پیروز شده اون هم نباید تکبر بکند، نباید خودخواهی بکند، نباید اینکه شیطان را در غرور اندازد مثلا یک چیزی بگوید این قسم انسان هم کامیاب شده نمیتواند. در اینجا که تو بردی دیگر جای بازم نیست که تکبر صفت شیطانی میباشد تو که هر چیزی مقابل صحیح باشد تو میباشی. هدف این است که باید در همه بخش باید معتدل باشه مطابق شریعت اسلام، خصوصا در بخش ورزش که دو جوان اینجا میبرد. اگر کسی که میبازد خفه نشود خسته نشود قهرمان است و همچنان
کسی که میبرد و او هم قهرمان است و او هم غرور نکند و او تکبری نکند و هر دوشون در حقیقت قهرمان است. در حقیقت ما به خاطر این رو اندازه‌ها را داریم که شما جوانان بروید در مسابقات کشورهای دیگر رقابتی که دارید، خصوصا در مقابل یهود و نصارا و کفار عصر شما بتوانید بهترین یک ورزشکار مسلمان و بهترین یک ورزشکار افغانی میدانهای بالا را در سطح جهان کسب نموده باعث افتخار مردم ملت رنگین افغانستان شوید. از این جهت نصایح ما در بخش دو کسانی که در مسابقات میبرند امین است، امیدوار است که این نظر به نظر داشته باشند. سوم، برادران عزیز و احترام، هر کسی که مطابق شریعت اسلام حرکت می‌کند در هر برنامه او موفق است، او کامیاب و مؤید است. ظاهرا اگر چندی کدام چیز باعث اختلالات رفت ولیکن از لحاظ معنویات الله تبارک و تعالی او را موفق نگهدارد. ولی ما باید مطابق شریعت اسلام در اینجا که می‌براییم خواهشمند ما این است که باید عورت را به نظر گرفته باشد. ورزشکاران عزیز وقتی که مسابقات می‌براییم در نزد من و شما مسلمانان از زانو تا بالا عورت است، با شمال زانو تا به نافه باید مطابقات جوانان ما اینجا می‌براید باید عورت را در نظر بگیرد و مراعات سطح عورت را چیزی التماس کنم که داشته باشیم. و دیگر اینکه داورین مجلس در اینجا قرار دارند همه اختیارات را دین نیست. یک کسی دیگری که ما در مجلس‌ها تجربه کرده هستیم اگر همین داور خیانت بکند، خیانت به این نیست که تنها در دیگر بخش حکومت ها این نیست که تو کس در اینجا میبرد و نفی یک کسی دیگر فیصله میشود. این ظلم است، این جفاست، این خیانت به مترادف است. داورای مجلس هم باید متعددانه لله فقط عدالت فیصله کنند. باز هم بعضی مشکلاتی دارد، شما ورزشکاران و خصوصا شما سیلبینا نباید مداخله بکنید. اگر در صورتی که خراب فیصله کرده اینها خائن است و مربوط اینها میشه. اگر در صورتی اقل فیصله کرده ما شما به این ورزشی نداریم، قوانینش کاملا نمیدانیم، به نظر مقدره خود نباید مداخله بکنیم. بگیم که احمد برده حکومت برده. این از این جهت است ما شما من حیث یک سلیبین جوانان خیش را در اینجا انجام به مسابقات مشاهده میکنیم و انشاءالله محفل خیش را به اختتام میرسانیم. در آخر بیان ما از نمایندگی قماندانی امنیه ولایت بلخ با شما مردمی محله و خصوصا با شما جوانانی هستیم. چه قسمی که امارت اسلامی افغانستان در همه بخش‌ها سیاسی، علمی، فرهنگی در همه بخش‌ها که می‌کوشد که حمایت بکند، تلاش بکند و همچنان در بخش ورزشکاران هم اینها تلاش خاص دارد و نظر و مقصد خاص دارد. در همه بخش‌های ورزش خصوصا ورزشی که ما در اینجا مشاهده داریم انشاءالله امارت اسلامی از خود داشتن و چه جوان چه پیر همه که فقط حمایت از شما جوانان میکند و در خدمت شما قرار دارد. خصوصا بنده عاجز من حیث یک مسئول که فعلا مناسبات در اینجا داشتیم که حضور پیدا کردگی هستم یا مسئولیت اینجا می‌نمود انشاءالله چقدر توان ما باشه به خدمت شما جوانان هستم انشاءالله که برنامه شما را با موفقیت کامل همکاری کردیم و خواهیم کرد انشاءالله. و در آخر سخنان خود به اختتام می‌رسانیم با امید یک مسابقات محفوظ و فرحت و سرور و همه با شوق و ذوق و همه مجموعی که در اینجا قرار داریم و خواهیم بود شما برایتان از الله تبارک و تعالی التماس و آرزو و تمنا دارم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.